این مسابقات در بین 10 تیم برگزار شده و به مدت 2 ماه ادامه داره و این به صورت رفت در وسط تیم‌های مسابقات برگزار میشه. هدف از برگزاری این مسابقات ما مبارزه با مواد مخدر، رشد ورزش والیبال به سطح فرا و به سطح منطقه. در این مسابقات تیم‌های از مرکز و ولسوالی‌های مختلف ولایت فرا اشتراک کرده و این مسابقات و این ورزش بالای ذهن و فکر جوانان تأثیر بسزای داره. پیدا کردن استعدادهای خوب نخبه است که بعد مطاقباً باز ما هم میتونیم که در ختم از جام که حدوداً 2 ماه ادامه پیدا کنه این تورنمنت، ما تیم اول و مقام دوم و سوم خود هم ارزیابی میکنیم و میتونیم بعداً یک تیم منتخب ولایت فرا را در رشته والیبال هم تعیین کنیم. جام که گذاشته میشه علاقمندی جوانان زیادتر میشه در مورد ورزش و تمرین و به خاطر که تماشاگر زیادتر میاد، بیننده زیادتر داره، به این خاطر جوانان تشویق میشه به ورزش، رو میاره به طرف ورزش، دوری مینه از طرف دود و مواد مخدر. و خاص ما از جوانان اینه که ورزش خودی سلامتیه، ورزش بکنی بدن سالم، روان سالم داری. اگر ورزش نکنی خامخا امراض، مریضی، فشارهای روی روانی سر هر انسان زیاد میشه. به ورزش رو بیاری که صحت و سلامت داشته باشه. غوښتنه مو دا ده چې مثال دولت موږ ته مثال زمینه برابره کړي، په دا برابر باندې چې د والیبال میدانونه جوړ کړي، مثال یو څه موږ اکمالاتو کې په دا هغه ځوان چې مثال پر پلچک کښېني یو ځای مثال یا په زړو کنډوالو کې اوسي، نو چې والیبال تمرین کې هم د صحت لپاره ګټه